هم بچه اینجا اومدیم یه باغ براتون نشون میدیم. اول از همه لامبورگینی رو برمیدارید. خب انتخاب بزنید. اگه یادتون رفت برید شخصی سازی و ارتفاع و زاویه اینا رو پایین بالا کنید. و رفتید بازی دیگه هول نکنید. از بازی نرید بیرون دیگه هول نکنید. گفتم از این میزنید. از این که زدید این دوتا رو روشن میکنید، اونو خاموش میکنید. حالا میبینید که میرید اینجا. بعد هرچی دلتون خواست اینو اینطوری میکنید و بچه اینجا ارتفاع و زاویهش خیلی میره بالا. و بچه تو ماشینای پیشرفته‌ای و خارجی اینا هست، تا ایرانی نه. اینم یه نکته بود.